تجربه کاربری فرآیندهای چک دیجیتال در بانک صادرات ایران. پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد. در صورت عضویت در نرم افزار همراه بانک صادرات ایران، نصب و فعالسازی برنامه هامون جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دست چک می توانید از خدمات سامانه چکاد بهره مند شوید. فعالسازی در سامانه چکاد. برای فعالسازی خدمت چک دیجیتال به منوی مربوطه در همراه بانک مراجعه و گزینه فعالسازی را انتخاب نمایید. پس از ثبت امضای الکترونیکی از طریق برنامه هامون، امکان استفاده از خدمات چک دیجیتال برای شما مهیا خواهد شد. درخواست صدور دست چک دیجیتال. برای ثبت درخواست صدور دست چک دیجیتال، پس از مراجعه به گزینه مربوطه در همراه بانک و انتخاب شماره حساب جاری خود و تعیین تعداد برگه دست چک، پیامکی حاوی رمز یکبار مصرف ارسال می شود. در صورت ورود صحیح رمز، درخواست صدور دست چک دیجیتال به شعبه افتتاح کننده حساب ارسال می گردد. پس از طی مراحل و کنترل‌های لازم در شعبه افتتاح کننده حساب، دست چک دیجیتال برای شما صادر خواهد شد. پیگیری درخواست صدور دست چک دیجیتال. هنگامی که فرایند درخواست صدور دست چک در شعبه در جریان است، می توانید با مراجعه به گزینه پیگیری درخواست صدور دست چک دیجیتال از جزئیات درخواست مطلع شوید. مشاهده دست چک صادر شده و برگه های چک دیجیتال. مشاهده اطلاعات دست چک صادر شده از طریق گزینه دریافت اطلاعات دست چک فراهم است. همچنین می توانید با انتخاب دست چک کلیه برگه های چک را با رنگ های مختلف به همراه وضعیت آنها اعم از قابل صدور، مصرف شده، نقد شده، برگشت شده یا باطل شده مشاهده نمایید. صدور چک. برای صدور چک، یکی از برگه های چک قابل مصرف را انتخاب و کد ملی گیرنده چک را وارد نمایید. در ادامه لازم است مبلغ چک، تاریخ سررسید و شرح صدور چک را وارد و تایید نمایید. پس از ثبت امضای دیجیتال از طریق برنامه هامون، چک صادر و رسید آن نمایش داده خواهد شد. مشاهده چک‌های دریافتی. لیست چک‌های صادر شده در وجه شما در گزینه مشاهده کارتابل و کارسازی چک‌های دریافتی قابل مشاهده است. بدین منظور لازم است ابتدا امضای الکترونیکی خود را از طریق برنامه هامون ثبت و سپس در همراه بانک لیست چک‌های دریافتی خود را مشاهده نمایید. انتقال چک دیجیتال.
به منظور انتقال چک دریافت شده به فرد دیگر، در قسمت مشاهده کارتابل و کارسازی چک‌های دریافتی گزینه انتقال را انتخاب و در مرحله بعد کد ملی فردی که چک قرار است به او منتقل شود را وارد نمایید. پس از ثبت امضای الکترونیکی در برنامه هامون، چک به فرد مربوطه منتقل و از کارتابل شما خارج خواهد شد. نقد کردن چک. برای وصول چک می توانید به هر یک از شعب بانک صادرات ایران مراجعه یا به صورت غیر حضوری از طریق انتخاب گزینه کارتابل و کارسازی چک‌های دریافتی لازم است ابتدا امضای الکترونیکی خود را از طریق برنامه هامون ثبت و سپس نقد کردن چک نسبت به واریز وجه چک به یکی از حساب‌های خود اقدام نمایید. بانک صادرات ایران در خدمت مردم.